تحصیلات تا مکتبی نیلوفر را مورد استفاده قرار دادند. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت سوخت به شهر پنجکن تشریف آوردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دهات لایق شیرالی شهر پنجکن بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نیلوفر را مورد استفاده قرار دادند. مؤسسه نوبنیاد سه‌آشیانه بوده برای با تربیه تا مکتبی فرا گرفتن 300 کودک بنیاد شده است. انشاءات مذکور در زمینه دستور سپارش‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده دارای امکانیت‌های خوب تعلیم و تربیه میباشد. صنفخانه مشغولیت‌های عملی، خوابگاه، آشخانه و دیگر حجره‌های مؤسسه تحصیلات تا مکتبی موافق به ذوق کودکان با تجهیزات معاصر ساحوی مجهز گردانیده شده است. با دستگیری‌های خردمندانه اساسگذار سود وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف رو با بهبودی نهاده نیاز است. خوشبختانه است که امروزها در شهر و دهات پنجکن بنای ساختمان‌های کودکستان‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی به نقشه گرفته شده است. در حدود شهر پنجکن 138 مؤسسه تعلیمی کار و فعالیت می‌کنند که با آنها 4800 نفر آموزگاران، اختیار عمومی خوانندگان 72638 نفر را تشکیل می‌دهند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر پنجکن ساختمان بناهای مؤسسه تا مکتبی طریق حشر اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکن و ولایت سوخت اینچنین بناهای صنفخانه‌های علاوگی و ساختمان بناهای مؤسسه‌های تعلیمی ادامه دارد. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک پیشوای معظم در شهر باستانی پنجکن در جمع دیات لایق شیرالی دهی نوآباد کودکستان کشاده به استفاده داده شد. بنای ساختمان هم به طریق حشر اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن ساخته به استفاده داده شد. معارفچیان شهر و دهات پنجکن شعار پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود دانستند. چه خیلی که میگویند آبادی ما، پیشروی ما تنها و تنها به خود ما وابسته است. افتتاح مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نیلوفر در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تحفه خوب دانسته شد و ساکنان شهر پنجکن صمیمیت و منتداری خاص خود را به سرور دولت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. ما ساکنان این روستا این دیها خیلی شاد و ممنونیم که کودکستانی که با اسم نیلوفر برای تربیت نسل نورس آماده شده است از صمیم دل منتداری بیان میکنیم. در اینجا فرزندان نبیرهان ابیرهای ما تربیت می‌یابند که باید به وطن به تاجیکستان عزیز خود ما خدمت عادلانه کنند. منتداری تمام ساکنان این دیه را به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که به ما کودکستان خیلی زیبای و منقش را در یک مدت کوتاه ساخته به استفاده دادند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه به صفت کارهای ساختمانی و تشکیل فضای مساعد تعلیم بهای بلند داده برای در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی تربیت نمودن فرزندان به مسئولین دستور و سپارش‌ها دادند.
11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پنجاکن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 را افتتاح نمودند. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پنجاکن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 را افتتاح نمودند. انشاءات ساحه معارف با جانبداری از سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به خاطر تشکل ذهن و تفکر خوانندگان و رشد ساحه معارف بنیاد شده است. ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات برای به تحصیل فرا گرفتن 800 خواننده در 2 بست پیش بینی شده. در آن 36 آموزگار صاحب تخصص با کار تامین شدند. بینای تعلیمی دارای 21 صنفخانه مجهز، حجره‌های کاری، تالار فرهنگ با 63 جای نشست، کتابخانه، آشخانه، تالار و میدانچه ورزشی و دیگر حجره‌های یاری‌رسان بوده جوابگو با طلبات بین‌المللی ساخته شده است. کابینت‌های فنی از جمله فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا، تکنولوژی اینفورماسیونی و دیگر شرایط مساعد تعلیم و تدریس با تشکل دانش محصلین مساعدت می‌نماید. من منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با ما چنین مکتب زمانوی را هدیه نمودند. روند تعلیم در اساس برنامه‌های دولتی تعلیمی ساحوی با زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. قبول خوانندگان به مؤسسه با راه سنجش و بهاگذاری دانش و مهارت صورت می‌گیرد. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که سطح و صفت تعلیم و تربیت را منتظم نظارت و تحلیل نمایند. آموزگاران را پیوسته به کورس‌های تکمیل اختصاص جلب نموده برای تألیف دستورهای دسترسی مطابق با واقعیت ملی و جهانی اقدام نمایند. من اشتراکچی چندان آزمون المپیادها از جمله اشتراکچی دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینتی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک نموده در دور شهری آزمون سزاوار جای افتخار گردیدم. من منتداری خود را از نام خود و از نام تمام خوانندگان این مؤسسه به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما چنین مکتب نو و زمانوی را تحفه نمودند. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به فعالیت یک قطار انشاءات از جمله مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در دهه سوجینه برای 120 کودک، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه کاسه‌تراش برای 520 خواننده در 2 بست، صنفخانه‌های علاوگی در دهات سار برای 120 خواننده، بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مرکز شهر با 63 جای کاری، بینای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در دهات سرازم، بینای جماعت دهات لایق شیرالی و مهمانخانه فریض دارای 60 حجره در مرکز شهر پنجاکن را افتتاح نمودند. از گلاب شو برزن و باغ و چمن
11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات لایق شیرالی شهر پنجکن با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بیمارخانه منطقوی را افتتاح نمودند. بنا از 3 آشیانه و تخانه عبارت بوده شعبه های بیماری های امراض درونی، جراحی، عصب‌شناسی، تولدخانه، کسلی های کودکانه، آزمایشگاه و دیگر حجره های تشخیصی و طبابتی آن با 100 کت خواب و دستگاه و تجهیزات حاضر زمان تامین می باشد. ضمن شناسایی با امکانیت موجوده بینای نوساخت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام شده بهای بلند داده مسئولان را دایر به تأمین با صفت سطح خدمت رسانی طبی به اهالی و تربیت جوانان صاحب تخصص و با تجربه وظیفه دار نمودند. از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شعبه یاری تجلیل بیمارخانه منطقوی 1 ماشین خدمتی تقدیم گردید. پس از شناسایی با شرایط بیمارخانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همزمان طریق مجازی 5 انشاءات نو تندرستی را افتتاح نمودند. فیلیال مؤسسه دولتی مرکز استوماتولوژی در مرکز شهر پنجکن، 3 مرکز سلامتی در دهه‌های روید، کودامن، شورنوه و بینای علاوگی برای بیماران مؤسسه دولتی بیمارخانه پوست و زهروی در دهات به نام لایق شیرالی همه این و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم ساکنان و صاحبکاران دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن بنیاد شده است که دارای شرایط خوب خدمت رسانی می باشد. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات سوجینه شهر پنجکن کارخانه استحصالی شیفر جمعیت دارای مسئولیت محدود سلمان بیناکار را مورد بهره برداری قرار داده با فعالیت آن شناس شدند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی بهادر نصرالدین زاده ساخته شده در آن 30 ساکن محلی صاحب جای کار دائمی گردیده است. در اینجا روند قبول و آمیخته کنی اشیاء خام توسط دستگاه مخصوص صورت گرفته. پس از این در خط دیگر تکنولوژی کارهای قالب‌مانی و آماده سازی محصولات تیار انجام داده می شود. همین طریق کارگاه و متخصصان امکان دارند که توسط تکنولوژی های معاصر در یک شبانه روز از 4000 تا 4500 شیفر استحصال نموده پیشکش مجازان گردانند. صاحبکار وطنی با استفاده از امتیاز و سبکی های پیش بینی شده در شفت همین انشاءات همزمان کارخانه نو استحصال و ریگ و شغل بنیاد نموده است که پس از مورد استفاده قرار گرفته آن زیاده از 20 ساکن دهه سوجینه با کار تامین می شوند. حالا در این قسمت کارهای وصل و نصب تجهیزات ادامه داشته در آینده نزدیک کارخانه فعالیت را با اقتدار 120 تن محصولات تیار در 1 ساعت آغاز می نماید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در همین جا کارخانه کارکرد خم و شغل و استحصال محصولات بتونی جمعیت دارای مسئولیت محدود چنارسای، کارخانه آهکبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان، کارگاه پایافزال، پل ماشینگذار دهه قماق با درازی 48 متر، سیستم آب تامین کنی شهر پنجکن، شبکه آبی نوشاکی دهات سرازم و خط آب پالزی در دهات لایق شیرالی را طریق مجازی افتتاح نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در همینجا طریق مجازی کارخانه دیگری صنعتی که در دهه چینار شهر پنجکن جایگیر است مورد استفاده قرار دادند. در همینجا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همزمان از نمایش محصولات کارخانه های صنعتی شهر پنجکن دیدن نمودند. در نمایشگاه نامگوی محصولات کارخانه مشترک زرافشان از قبیل طلا، نقره، خاکه مس کدوده، محصولات ساختمانی، خوراکواره، سر و لباس مکتبی، اینچنین محصولات شیری و نوشاکی های تشنه‌شکن معرفی شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران و شریکان رشد را در سمت بنیاد کارگاه و کارخانه های معاصر و سهم گذاشتن در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور نمونه ارزیابی نموده برای پیشرفت ساحه و تأمین رقابت پذیر محصولات به مسئولان دستور و توصیه ها دادند.
بیننده های گرامی، تلویزیون تاجیکستان انعکاسگر مهمترین رویدادهاست. با ما باشید.